من سرورم، مربی پرستاری. امروز قراره در کمتر از 1 دقیقه همه چی رو درباره لوله بیوشیمی یاد بگیریم. این لوله معمولا در پوش قرمز یا زرد داره. داخلش ماده کلاس اکتیویتور که یک ماده فعال کننده لخته هست و یا یک ژل جدا کننده سرم وجود داره. بعد از خونگیری باید حدود 20 تا 30 دقیقه در دمای اتاق بمونه تا لخته کامل تشکیل بشه. بعد با سانتریفیوژ سرم رو از سلول جدا میکنن و فقط اون سرم برای آزمایش‌های بیوشیمی استفاده میشه. حالا نکته جالبش اینجاست، این لوله برای اندازه‌گیری مواد محلول در سرم خون استفاده میشه، مثل قند خون، اوره، کراتینین، چربی‌ها، الکترولیت‌ها و حتی آنزیم‌های کبدی و قلبی. یادت باشه لوله رو بعد از خونگیری زیاد تکون ندی چون باعث همولیز میشه. نمونه همولیز شده میتونه باعث افزایش کاذب پتاسیم و آنزیم‌ها بشه و جواب آزمایش رو اشتباه نشون بده. اگه این آموزش برات مفید بود، کانال نرس سرور رو دنبال کن برای آموزش‌های بیشتر پرستاری و بالینی.